سلام علیکم. اشان نورالدین جان، با ملتی جهود یعنی زن و شوهر کردن ممکن هست یا نه؟ در این زمان ممکن نیست. اگرچه قرآن رخصت داده است با یهودی ها، یعنی با اهل کتاب، با مسیحی ها ازدواج کردن مرد مسلمان، یعنی مسلمان می تواند از یهودی ها، از مسیحی ها زن گیرد، زیرا که اسلام دین اونها را اعتراف دارد، زیرا که اسلام پیغمبر اونها را اعتراف دارد، کتاب اونها را اعتراف دارد. بنابر وقتی که زن مسلمان یهودی باشد یا مسیحی، می تواند او در زیر حمایه این شوهر مسلمانش آزادانه دین خودش، عبادت خودش انجام دادن گیرد تا وقتی که خدا هدایتش کند. اما این در صورتی هست که عزیزان من، جوانای عزیز، در صورتی هست که شماره زنها و دخترای مسلمان از مردها بسیار نباشد. در هر جامعه که شماره زنهای مسلمان از مردها بسیار باشد، فقهای عالم اسلام خصوصا حضرت عبدالله ابن عمر دیگرها، حضرت عمر خوشان در خلافتشان اجازت ندادند گرفتن زنهای مسیحی و یهودی را، زیرا که گرفتن اونها باعث به شوهر موندن یکی از خواهرای مسلمان ما می شود. اگر شما امروز احتیاجی به زنگیری داره، من میدانم در اکثر قشلاق‌ها خواهرای مسلمان ما 25 و 30 و تا 40 رفتند، الان هم شوهر کردگی نیستند، اونها احتیاجی به شوهر دارند. این یک. دویم، نکاح یهود و مسیحیان زنهاش در وقت برای امت اسلام مرد مسلمان جایز است که آن زنها فاحشه نباشند. اگر رفت و فاحشه باشند، یعنی برای آنها فرق ندارد این شوهر و شخص یا کسی دیگر، ماننده که امروز مشاهده میکنه شما در عالم مسیحیت، یعنی اونها اگر فاحشه باشند، دست بیگانه را از تن خود دور نکنند، آن وقت نکاح اونها درست نیست برای مرد مسلمان. و دیگر شرطش این است که بین مسلمان ها و اونها حالت جنگی و عداوت و دشمنی نباشد. اگر رفت و بین ما و بین اونها حالت جنگ، حالت دشمنی و عداوت باشد، این تو وقت هم نکاح اونها درست نیست. اگرچه در قرآن پروردگار رخصت داده است، لیکن با همین شرط ها: و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب. قرآن میگه زنهایی که از اهل کتاب اگر محسنه باشند، یعنی عفیفه باشند، با حیا باشند، غیر از شوهراشان دیگر کس نرسند، ان همون اهل کتاب نکاحش درست است. اما بگمان من امروز دنیایی که دموکراتیا در آن حکومت دارد، نه یهودی و نه مسیحی نه دیگر ملت دیگر زنا را گناه بودنش نمیدانند. مانند که امروز اکثر دخترای تاجیک ما زنا را گناه بودنش نمیدانند، حتی به این راه پول درآمد کردن برای خود کسب انتخاب کردی‌اند. و اینا را نکاحشون درست نیست. اما دختر مسلمان میتواند شوهر مسیحی یا یهودی کند؟ نه، این بالکل ممکن نیست، این قطعا ممکن نیست. در که قرآن میگوید ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. ای زنهای مسلمان، هیچگاه برای شما رخصت نیست که برای خود همسر خواه یهودی باشد، خواه مسیحی باشد، خواه آتش پرست باشد، خواه بهایی باشد، خواه بودیست باشد، برای خود گیرید. زن مسلمان ابدا و قطعا نکاحش برای غیر مسلمان حرام است، زیرا هر دختر تاجیک، یعنی مسلمان، همه تاجیک ها مسلمان نیستند، اگر دختر مسلمان زنی شوهر یهودی کند، خواهد نخواهد دینی وی در خطر است، خواهد نخواهد وی دینش از دست می‌دهد، در زیر تصرف شوهر شده، زیرا که نه یهودی ها نه مسیحی ها به دین اسلام قائل نیستند. اونها نه پیغمبر اسلام را اعتراف دارند، نه قرآن مسلمان را اعتراف دارند، نه اسلام همچون دین اعتراف میکنند. به خاطر این قرآن اجازه نمیدهد ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. خدا میگه مردهای کافر وقت نکاحشان درست است با شما زنهای مسلمان که اونها ایمان بیارند.